با سلام و درود. این روزا ساخت تصاویر سینمایی با چت جی پی تی تبدیل شده به یکی از ترندترین کارهای فضای مجازی. همه دنبال اون پورترهای خاص، نورپردازی‌های حرفه‌ای و ژست‌های هنری هستن که انگار از دل یه فیلم در اومده. من در اینجا براتون 50 پرامپت رایگان آماده کردم که میتونید تصاویر خودتون رو به یه پورتری حرفه‌ای و یا یک پروفایل جذابی برای خودتون بسازید که همه رو شگفت زده کنید. خب دوستان، چون تمامی پرامپت ها رو نمیتونستم داخل دیسکریپشن براتون بذارم، برای همین من یک لینک کانالی داخل دیسکریپشن براتون گذاشتم. روی اون کلیک کنید، وارد کانال تلگرام ما بشید. در اینجا شما میتونید تمامی پرامپت های تصاویری که میخواین بسازید رو به راحتی روی کپی کد کلیک کنید. کد برای شما روی کامپیوتر یا گوشیتون ذخیره میشه و از این پرامپت ها میتونید برای ساخت تصاویر خودتون در چت جی پی تی استفاده کنید و میبینید که من در اینجا تقریبا 52 پرامپت حرفه‌ای برای ساخت تصاویر براتون آماده کردم که به زودی حالا پرامپت هایی توی دسته‌بندی های دیگه هم براتون قرار میدم. فقط پورتری نیست، برای ساخت تصاویر محصولاتتون، بنرهای تبلیغاتی و کلی ایده های دیگه که به زودی پرامپتاش رو داخل این کانال قرار میدم و ازشون میتونید برای کارهای خودتون یا تصاویرتون استفاده کنید. برای مثال من بذارید یکی از این کدها رو کپی کنم. کافیه که روی کپی کد کلیک کنید، وارد نرم افزار چت جی پی تی بشید. حتما باید ثبت نام کرده باشید که بتونید تصویر آپلود کنید. در اینجا روی آیکون گالری کلیک کنید، در بخش فوتو تصویر خودتون رو انتخاب کنید و کافیه که اون پرامپتی که کپی کردم رو در اینجا پیست کنم و به راحتی اون رو برای چت جی پی تی ارسال میکنم. تصویر خودم و پرامپتی که در اینجا قرار دادیم و تصویر بعد از چند دقیقه برای شما آماده میشه و میتونید ازش استفاده کنید. منتظر میمونم که این تصویرم ساخته بشه و با هم دیگه خروجی رو ببینیم. خب دوستان، بعد از 1-2 دقیقه تصویر من آماده شد. کافیه که روی اون کلیک کنید و دکمه سیو رو بزنید. روی گالری گوشیتون ذخیره میشه و میتونید ازش استفاده کنید با کیفیت فوق العاده بالا و همچنین پرامپت دیگر رو هم به همین شکل میتونید از داخل کانال کپی کنید و تصاویر خودتون رو به هر طرحی که دوست دارید تبدیل کنید و بسازید. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو هم همراه من بودید. اگر این ویدیو براتون مفید بود اون رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.